دیگه مسلمان ها را میشناسن و از عادات و رواج و ایگپای مسلمان ها در دنیا خبر میشن و همچنان مشکلات دنیوی و مشکلات اخروی خود اینجا مطرح میکنن، با عقیده قوی، با ایمان قوی، با عبادت قوی، با اصلاحات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. وقتی که پس به وطن خود میرن، در حقیقت حاجی یک شخصیت کامل میشه که میتونه که برای مسلمان ها خدمتگار خوب باشه. حاجی صاحبای محترم، امیدوار هستیم که این سفر خوب داشته باشیم. پرواز ما و شما نزدیک است، ما به دبی رسیدیم و حال فعلا تیاره ما و شما نظر به ای که اعلان کردن پیلوت های محترم میگن که ما و شما انشالله بخیر به شهر دبی پایان میشیم و در میدان دبی انشالله تعالی احرامای خدا بسته خواد کردیم. آماده باشین و وسایلتان لطفاً با خود بگیرین، چیز از پیشتان نمانه. آقای صاحبای محترم کوشش کنید که نوبت مراعات بکنین. وقت خصوصا برای آقای صاحبایی که ریش سفید هستن، برای بی حاجی ها وقت بدید که اونا اولتر پایین شوند و راه را برای اونا باز بکنین و آهسته آهسته هر کس در خدمت دیگرها باشه و حاجی خوبو است که خدمتکار دیگه حاجی صاحبا باشه. الله جل جلاله بر ما و شما توفیق بده که این عبادت خدا به شکل درست انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حطت الطائرة بحفظ الله ورعايته في مطار دبي الدولي. تشير الساعة الآن إلى 5 مساء و45 حسب التوقيت المحلي، أينما تبلغ درجة حرارة الهواء في الخارج 27 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى منكم هبوط الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارات تحسيمات المقاعد. يرجى منكم الانتباه عند فتح الخزائن العلوية وذلك لاحتمال تحرك امتيازيات خلال الرحلة مما يؤدي إلى سقوطها وتسبب في حدوث إصابات. وعند أخذائكم للطائرة يرجى منكم التأكد من عدم ترك أي من مقتنياتكم الشخصية. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید، با ملایی گفت آن دم آدمی را سجده کن. توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین گرزی بحری گندمه، کرده از جنت بیرون پیری دهقان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. حضرت ابراهیم را آن رحمتی خود بنیان، آتشی نمرود را بر وی گلستان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید. تیغ را بر حلق اسما و مستحب است که حاجی صاحبای محترم قبل از رسیدن به میقات، یعنی ما و شما پیش از اینکه وقتی که طیاره پرواز میکنه
ما و شما به میقات میرسیم. به این خاطر به خاطر از اینکه در داخل طیاره مشکلات پیدا میشه، در داخل میدان ما و شما احرامای خود بسته میکنیم و قبل از بسته کردن احرام در داخل میدان تشنابا هست، اگر که امکانات باشه آقای صاحب مستحب است که غسل بکنه و خوشبویی بزنه و احادیث در صحیحین از صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که عایشه رضی الله عنها میگه که كنت اطيب رسول الله صلی الله علیه و سلم لاحرامه قبل ان يحرم. میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه که ما خوشبویی میکردم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بر احرامش، پیش از اینکه احرام بکنه ما پیش از اینکه احرام بسته بکنه براش خوشبویی میزدم. بنابراین صاحبای محترم شما میتونین که غسل بکنین، شما میتونین که خوشبویی بزنین و بعد از او احرامتان را بسته بکنین. و همچنان میگه ولی حله قبل ان یطوف بالبیت و همچنان وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و پیش از اینکه طواف فرضی بیت الله را بکنه به خاطر حلال شدنش هم چی میکردم؟ میگه او را من خوشبویی میزدم. و دیگه نقطه که بسیار مهم است، بعضی از خواهرای ما سوال کردن بیبی حاجی ها مشکلشانی بود که بعضی از اونها در جریان سفر اینجا امو عادت ماهوارشان برشان آمده. به این خاطر در احادیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اسماء بنت عمیس وقتی که میگه ای تولد یک طفل به دنیا آورد یعنی نفاسه شد به ذوالحلیفه ان تغتسل برش امر کرد که اینا غسل بکنه و تستسفر بثوب و تحرم و با یک لباس مثلا امو بدن خود بپوشانه و چی کنه و احرام بکنه. پس این است که اگر یک خواهرای عزیز ما اگر کسی برشان امی عادت ماهوارشان پیش میشه و یا کسی در جریان سفر تولد میکنه و یا طفل به دنیا میره، بر از اونها هم این اجازه هست که چی کنه که اینا مثلا این کسی که مرض ماهوار داره غسل بکنه و چی کنه و به امرای دیگه حاجیا خود در چی داخل بکنن، در احرام داخل بکنن و هر چیزی که دیگه حاجیا میکنه او هم انجام بده بغیر از طواف به بیت الله شریف نمیکنه، چنانچه امر کرد رسول الله صلی الله علیه و آله عایشه و اسماء به این چیز. یعنی حاجی خواهر ما که عادت ماهوار برش است این طواف کردن نمیتونه، چون طواف بیت الله شریف مثل نماز است، همین قسم که نماز خواندن نمیتونه طواف هم کردن نمیتونه. خانم هایی که به عادت ماهوار میداشته باشند در جریان حج اما دیگه تلبیه گفتن و دیگه کارهایی که در حج میشه او را انجام داده میتونن. حاجی صاحبای محترم امیدوار هستم که تمام حاجی صاحبا بیاین و حال فعلا من حرکت میکنم به داخل مسجدی که در داخل میدان هوایی بین‌المللی دبی است. در داخل از این مسجد اگر کسی مشکل برای پوشیدن احرام داره من برشان ان شاء الله راهنمایی میکنم و با امرای احرامایتان بیاین در داخل مسجد میدان دبی و همینجا بخیر من براتون تشریح میکنم و عملا با احرام بسته میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګورئ هر طرف ته بلبلانو آوازونه دي څومره ښکلی ګل څومره ښکلی ګل په خندا یې بهارونه دي ګورئ هر طرف ته بلبلانو آوازونه دي څومره ښکلی ګل. خوب سعی کنین. خوب انت احرام که اینجا گرفتین بیرین کلتانه سهل نکنین شروع کنین. چه شاگردای تنبل هستین؟ این قسم بگیرید اما تو او بتین انت خوب تاو داده تا به این قسمت که رسانه نه تاو بتی برو اینا که تاو دادی اینا باز از اینجا محکم میگیری پس طرف راست انتو میریش انتو میریش باز یک انتو دوام میکنی که در کمرت بخی شخ کمر بند آره بسته باشه انتو پایان بلند شواستی تو چرا کار نمیگی تو معلمی میکنی؟ خب برو خیلی وزیتا که برو
از دست راست بیا نه آفرین اینو می‌خواستم این خوش شد اینی تو محکم شد نه اینا نمیفته گپا میزنی زیاد دست راست پایت چپ تا اینی دست جور میکنه بیرون تو اینی قسم قاطش اینی قسم سه شد نه یاد گرفتین ان شاء الله کلتون سه کنالی قسمی که هر قدر چیز میشه ای خدای با یک دکه باید تو صحیح میگرفته که این تو قاط میشد محکم میشد که باز نفته سه شد نه این قسم میکنیم باز این سه خورسیم آفرین باز بعد از این بازی این فقط حال فعلا شانه تا کلش پت میکنین این قسمی کلش پت میباشه باز دوادی که در طواف میرین باز دوادی رمل باز در چیز که هست باز اونجا براتون لفته میشه باز اونجا شانه تا لوش میکنین دوادی که در طواف هستین اما حال فعلا که هست همین قسم عادی شانه تا پت میباشه که چیز نمیشه این قسم میگیرین صحیح شد نه ان شاء الله صحیح است نه این حالا هر کس اونجا چیز میکنه و وقتی که استاد من دو سوال داشتم حالا مثلا زیر پیرانی است صحیح زیر پیرانی داشته باشم نه به خاطر که اینا پیسه نه باید زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نمانین زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نباشه نه هیچ چیز بغیر از این دو چیز دیگه هیچ چیز نیکر تارم باید بکشین زیر پیرانی تارم کل تارم کمربند در سرش میشه کمربند سات گردنبند دیگه پا جایز است یعنی تو از زیر قد کمربند استفاده کنیم نه دم سر چیز کمربند توسط اینا هر کس احرام خودم در روی خودم تلتار بده گوشه بسته بکنه کمی مانی کمی شړی نبی سرور لار درزم جلوه گر لار درزم مدینی ستا خواته درزم د احد غر لار درزم جلوه گر لار درزم کمی مانی کمی شړی نبی سرور لار درزم جلوه گر کمی مانی کمی شړی نبی سرور لار درزم جلوه گر لار درزم خندا می کلی دو جانان دا حلتا صدیق عمر عثمان دا حلتا می کلی دو جانان دا زیارتنا د هر یو علی حیدر لار درزم جلوه گر لار درزم کړم زیارتنا د هر یو علی حیدر لار درزم جلوه گر لار درزم مدینه ستا خواته درزم د احد غر لار درزم جلوه گر کمی مانی کمی شړی نبی سرور لار درزم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر عزیز حالا که احرام بسته کردیم نه ما و شما که احرام بسته کردیم کدام امور سر احرام کننده مثلا وقتی که احرام داشتیم حالا کدام چیزا جایز است که ما بکنیم و کدام کارا ناجایز است اول چیزایی که ناجایز است گفته که آیت شریف میگه که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج 7 مرتبه یک 7 شوط میشه با میدونی یعنی 7 شوط چی میگن یک طواف بناهن با طرف دست چپ حجر الاسود واقع میشه و طرف راست که طرف دیوار بالا سر کنی اونجا یک گروپ سو زدن معلوم میشه که نمی قسمت حجر الاسود است از همینجا شروع میکنی طواف اینو طواف میگن لکن در سعی بین صفا و مروه از صفا که حرکت میکنی به مروه میری بازی یک دفعه حساب میشه باز که از مروه پس به صفا میایی بازی یک دفعه حساب میشه پسی باز 7 مرتبه مثلا از صفا حرکت کردی تا
مروه چند شد؟ یک دفعه شد. بعد از مروه که حرکت کردی پس از صفا آمدی یک مرتبه دو با 3 4 5 6 وقتی که از صفا در مروه رسید 7 پوره میشه در مروه اونجا باز طواف تو ختم میشه. وقتی که دست بین سعی و صفا و مروه که سعی و صفا و مروه که میکنیم از همین جبل صفا تو تپگکی که هست از اینکه حرکت کردی طرف راست سعی در دیوار یک گروه نیون آبی رو بند کردن. سابق میلین اخضرین میگفتن، میل ستون هم میگفتن. 2 میل ها بود، 2 ستون بود. بازو رو سبز رنگ کرده بود در بین اعظمی باز آجی یک کمک چی میکرد؟ تیز میرفت. حالی که از ستون نیست ایوازش گروپ های نیون بند کردن. پس در اون قسمتی که گروپ سبز رسید از اون تا گروپ دیگه چی میکنه؟ تیزتر میده. اما ترسیم ابو رئیس؟ بله. در طواف بیت الله در طواف بیت الله شریف بعد در سه طواف اولش شروع میکنی باید شانه آجی چی باشه؟ شانه راست. مثلا این چیز تا این قسم میکنی شانه راست اینی رو اتباع میگن. اتباع چی مانا؟ یعنی اتباع ادوات از دیگه در عربی زوات نیست اتباع بگویم. اتباع الف دوات توی بی الف عین است نه؟ برای وقتی که دوچ کردی در سه شوط اول شوط فهمیدن نه؟ از حجر الاسود شروع تا پس به حجر الاسود آمدن. از دفعه اولش در دفعه دومش و در دفعه سومش ایشانه برهنه هم می باشه و به شکل تیزتر حرکت میکنی. یکی راه رفتن عادی هست، یکی کمک سریع، یکی تیز راه رفتن. این تیز راه رفتنش و بعضی کسا پالوانی میگن، پالوانی نیست. یکی کمک تیزتر راه میری قدمایت دسته شوط اول. با 3 شوط اولش که ختم شد در 4م شانه تا پس چی میکنی؟ این حالو ترست که وقتی یک انسان علمانی باشه که در بین مردم از با شما که هست در مسائل حج بسیار چیزایی هست که مردم از دل خود کشیدن. این حاله عبادت انسان چه وقت قبول میشه؟ عبادت انسان وقت قبول میشه که اول دو اخلاص باشه که به خاطر رضایت الله انسان کار بکنه. نه اینکه مرا مردم حاجی بگویه و بگویه که مرا صاحب چطور هستی. و دوم شرطش است که مطابقت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. آنچه که رسول الله صلی کرده و این در احادیث آمده و علما بیان کردن امیر میکنیم. بعضی کسا هست باز کارهای دیگه اضافی میکنن که اون چی نیست، او مشروعیت نداره. مثلا بعضی حاجی هستن که بسیار مردم اذیت میکنن. بوسیدن حجر الاسود مستحب است. اما ترسیم ابریسه؟ بله سنت است. سنت است. لکن بطوری کسا حفظ آبروی مردم و ضرر نرساندن این بالای مسلمان لازم است. بطوری کسا مردم اذیت میکنه باش ما برام حجر الاسود چی کنم؟ بوسه بکنم. حتما ضرور نیست که تو حجر الاسود بوسه بکنی. خلاص بسم الله الله اکبر با دستام که اشاره میکنی هم کافی است ولو که دورم باشی. دیگه اینی مسائل که بیادبی در مقابل حجاج میشن. و یا حجر الاسود مثلا ما شما اگر ماش میکنیم نه به شکلی که خود پیش از او ذلیل بسازیم. گفت حضرت عمر رضی الله عنه به یاد ما باشه که برای همین گفت که این سنگ سیاه تو برای نه فرسان نمیتونی نه فایده رسان نمیتونی، لکن چون رسول الله صلی الله علیه و بوسیدن و هم بوسه میکنیم. از اون خاطر اینی کار رو باید بسیار ما شما متوجه باشیم. در هنگام طواف کردن زمانی که از حجر الاسود شروع میکنیم اما منطقی که از کعبه جدا شده را به نام حجر اسماعیل یاد میکنن. او داخل طواف میاد. از او احاطه را از طواف داخل میکنه. بیرون احاطه دو زاویه یا دو کنج کعبه چی است؟ یکی کنج جنوب غربی. مثلا این کامپیوتر چی است؟ اونوش تنها دست زده میشه. این تنها لمس میکنه. و اینی کنجی که حجر الاسود است هم لمس است دست مانیده میشه هم بوسه میشه. البته این وقتی است که فراغت باشه، فرصت باشه. اگر مردم ازدحام زیاد بود خودت کیله کرده به اونجا سبب اذیت دیگران میشه، این کار نمیکنه. دیگر جای کعبه بوسیدن نامد. تنها یک مقام منتظم میگه در بین حجر الاسود و این طرف
چی ناوی چی شین ای کنج بیت الله طرف راست اینی به انتظام میگه یک وقت اگر کسی فرصت باشه آدم سری خدا میچسباند دعا میکنه دیگه اینطور کارهایی که بعضی مردم چی را قنات نقش می باشد در بیت الله میزند تسبیح ها را در بیت الله میزند به این خاطر که برکت حاصل کنه این گپا کلش نادرست است بلکه بدعت است بسیار احتیاط بکنیم که سبب اذیت مردم نشن که نتنگو خصوصا زنا موجود میباشد آدم خودش چی نکنه این گپا را همیشه در نظر داشته باشید ما شما زیاد اکثر مردم ما که میره اینجا در عمرم باز میره چکر خیلی زیاد میگرده اونجا کوشش کنی که نمازتان حتما در حرم بخوانی به خاطر یک نماز برابر 1 لک نماز است 1 لک نماز زیادتر مردم میرن وقت خود در غار حرا سعی کردن و غار ثور سعی کردن در اونجا تیر میخورن که این ما در فلانی منطقه رفتیم نه طواف زیاد بکنیم در بیت الله و نماز همونجا بخوانیم تلاوت قرآن بکنیم دعا بکنیم این چیزا برای شما ضرور است الله برکانه بعضی کتابا فروخته میشه دعاهای مخصوص در طواف اول دوم سوم بیام قطعا در حدیث ثابت نیست فقط این می اللهم ربنا آتنا را شما کلتون یاد داری الحمدلله یعنی بهترین دعا است لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك لبيك